سر و فردی است و رابطه است بین خودش و بین خدا. در رابطه میان انسان ها از دین باید گپ زده نشه. تو مسلمان هستی مسلمان باش، نماز میخونی نماز بخون، خیلی خوبم است. و اینا او مفهومی از حتی از بین مسلمان ها هم کسانی که همین مفهوم دارن را تایید میکنن. در بین مسلمان ها متاسفانه جریاناتی که فعلا بین جریانات متصوف شناخته میشه، اونا دانسته یا ندانسته طرفدار همین دیدگاهن. نه عیسی از دین خود میگه، عیسی با دین خود، موسی با دین خود، بز از پای خود کشار است، گوسفند از پای خود کشار است. تو آدم خوب باش، برو داخل خانقاه شوا خوبم، تو هایی هوی که دیگه چی کار داری که مردم بهترین خوب آدم است. یعنی مفهوم چرب شدگی سیکولاریسم به عنوان دین. به همین خاطر شما کتابی که پالیسی سیاست خارجی امریکا را معرفی میکنه اگه خوانده بشین، در اونجا خیلی واضح میگه غربیا، میگه ما از جریانات تصوفی در جهان اسلام باید حمایت بکنیم. چرا حمایتشون؟ به خاطر از اینکه اونا مسلمانای خوب هستن. میگه به خاطر است که گپی را که ما میگیم اونا میگن. مثلا میگه که ما دموکراسی میخوایم و دموکراسی از نوع خودش تعریف میکنن، نه دموکراسی ما رو میگه هم قبول نداره. یا مثلا میگه درست از وقتی بر علیه ما حمله شد قرضاوی مخالفت کرد در 11 سپتامبر، اما همین قرضاوی هم میگه وقتی ما در عراق افغانستان هستیم همین هم بر علیه ما فتوای جهاد داد. کتی میانه رو هم جور نمیم. یعنی اگه کوتاه هم بیایی غرب میگه نه تو یگان بستگی‌ها که تو رادیکالا داری، کتا تو هم جور نمیای. اینا هم میگه. به می خاطر با وجود از اینکه خونیا بیچاره در مصر خیلی تنزل کردن بازم غرب اجازه حکومت برشان نداد. با کودتای نظامی دولتشان سقوط داد و فعلا هم تا الان زندانی هستن و حتی حکم اعدام برشان داده. باز میگه یکی دیگه کسایی هستن که فقط خود مسلمان میگن، هیچ چیزی از اسلام نداره، میگه اینا هم در جامعه اسلامی به درد نمیخورن. یک دیگه کسایی که میگه اونا خود مسلمان میگن، در امور سیاسی و اینا دخالت نمیکنن و رنگ ابا و قبایشان هم برابر است. خیلی واضح نام میگیره، میگه تصوف. این میگه باید حمایت شود. دقت کردین خیلی واضح ایده. من نمیگم خود صوفی صاحب نگن تو برای ما تهمت بزنید، خودم میکنم میگن دیگه. و سالانه یک مقدار مشخصی بودجه رسانه‌های آمریکا برای از اونها اختصاص میده. یکی از پر مصرف ترین کارهای دعوتی امیال داخل کشورهای اروپایی و آمریکایی هم مراکز است که مسجد برشان جور میکنن. دیده باشین نه امامش هم یک تا زن تعیین میکنن و زن هم بدون حجاب میره نماز میده. بدون چادر دیگه. تو مسخره بازی بیخی. و یک کسانی که حداقل فعلا در جهان به نام نفهم رهبرای تصوف شناخته میشن، اونا هم در گیر و دارها خیلی علنی و واضح که غربی ها شش تا خیز دارن بین آن ازی که گویا ما مبارزین بر علیه افراطگرایی هستیم. البته معنی گپ این نیست که هر کس با نام تصوف گرفت همین رقم است. نه، ما هم در گذشته هم در حال کسانی داریم که منسوب به تصوف هستن، خوب اسلام هم فهمیدن. من اگرچه خطاهای هر انسان داره، مبارز هم بودن، طرفدار نظام اسلامی هم هستن، مبارزه هم کردن، جهاد هم کردن، هم در گذشته هم در حال. دقت کردین؟ فعلا هم هست. اما این گپی که او غربی ها میگن، ما از غربی ها گپ نقل میکنم. همین فعلا هم ما کسانی داریم که به اصطلاح صوفی هم هستن، اما همون تعریفی که امریکایی ها از رادیکال ها مطرح میکنن در مورد از اونها صدق میشه. دقت کردین؟ یعنی منصف آدم باید باشه، خود قضاوت ظالمانه نباید بکنه. و بله یک کسانی هستن که همین و سوء استفاده میشه از اونها در توسط استعمارگرا. البته یک نکته دیگر هم نباید انکار بکنیم که از دیگه جریانات هم سوء استفاده های میشه. دقت کردین؟ خب ما کسایی هم داریم به عنوان داران پیروی از منهج سلف هم که امو کار را میکنه که یکی دیگه از صوفی های دین فروش بر غرب میکنه، یکی دیگه از کسانی به عنوان سلفی ها ما این کارا میکنن. نه ما چقدر کسانی داریم که هیچ هم و غم دیگه نداره بجز دفاع از نظام های غیر اسلامی. دقت کردین؟ خودشان به عنوان مخالفت با افراط در دفاع از نظام های غیر دینی افراط میکنن. و بله کسایی هم داریم که در مقابل نظام های افراط میکنن. یعنی وضعیت امروزی جهان اسلام بیخی در هم بر هم شده، به حد در هم بر هم شده که گفته ایران هیچ چیز سر جایش باقی نمانده. یک جنجالک گدوت شده و انسان وقتی یک علم دقیق هم نداشته باشه برش حل معماها دقیق نمیشه. به خاطر خیلی از جوان‌ها را آدم میبینه که در یک تشنج بسیار شدیدی فکری کت خودن. متوجه هستین؟ این کت خود در یک چون نمیتونن مفاهیم کامل حل شود برشان، در یک جای یک چیز میبینن، دیگه جای دیگه چیز میبینن. اما انسان که یک علم و دانش و یک مطالعه دقیق داشته باشه خیلی ساده میتونه این معضلات حل بکنه. به هر ترتیب
از مفاهیم اصلی دور نشیم. عوامل ایجاد سکولاریسم در جهان غرب سوء استفاده از دین، استبداد فکری و سیاسی و اقتصادی. یک نکته را نادیده نباید بگیریم که در جهان اسلام هم به یک شکلی از اشکال با یک ادعاهای امی کارا تکرار شده. دقت کنید، البته نه به او قوتی که در جهان غرب بوده، بلکه به یک شکل ضعیفتری. امی رقم ما کسانی بودیم، امی رقمی که رهبران دینی کلیسا میگفتن ما واسطه بین انسان ها بین کیستیم. در جهان اسلام کسایی نیست که میگه شما میگه به خدا رسیدن نمیتونی مگر یک از طریقی که باشه از آدرس ما باشه، تو حتما باید بیایی برای ما بیعت کنی، دست و پای ما رو بوسه بکنی، پیسه ایتم برای ما بدی، کل کارا رو بکنی تا به خدا برسی. اگر نه دیگه امکان نداره تا به خدا برسی. اما درست یا نیست؟ دیدین دیگه نمونه شهر رو شما میبینین عین کارا شده. دقت کنین کسانی هم هستن که امیال همون گپره که اونا میگن ولو هیچ دلیل معجزه شرعی نداشته باشن، میگن امی گپ خدا و پیامبر است. در گپ خدا و پیامبر خو در دهان مسیحیت مشکل بود که یک نفر واقعا برای به حقیقت سخن الله پیامبر برسه. چرا؟ چون منابع دین از اونها هم تحریف شده بود. اما در اسلام خو ساده است دیگه. ما منابع ما الحمدلله چیز تحریف نشده، منابع ما دست نخورده هست. درست است که میتونه یک نفر از لحاظ در ذهن خود بیا قرآن تحریف کنه، اما حقیقت قرآن خود تبدیل نمیشه. پس ما برای رسیدن به حق منبع داریم. هر کس که میگه گپ به حق است، قرآن واضحه است، بفرمایید بر اساس قرآن ثابت بکنه، بر اساس حدیث پیامبر ثابت بکنه. دقت کردین؟ اما برای یک مسیحی مشکل بود که حقیقت دین مسیحیت پیدا بکنه. چرا؟ او مجبور به انجیل بره، خب انجیل هم تحریف شده بود. دقت کردین؟ گپ چیسته؟ عوامل و انحرافاتی که باعث ایجاد سکولاریسم در جوامع غربی شده بود به یک شکل نسبتا ضعیفترش در جهان اسلام هم بوده. به همین خاطر او کسانی که اسلام نمیفهمند و قضاوتشان در مورد اسلام به عنوان یک دین است، اما قضاوتی که در مسیحیت در مورد مسیحیت بود. دقت کردین؟ عین گپ میگن. وقتی تو برش میگی نظام اسلامی میگه امو ظلمی که فلانی 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 کرد. دقت کردین؟ یعنی اینو به نام چی میدونن؟ امو رقمی که حقیقت دین عیسی علیه السلام در نزد یک عده از پیروانش گنگ باقی مانده بود و انحرافاتی که کلیسا انجام داده بود به عنوان دین میدونستن. عین کار در جهان اسلام متاسفانه شد.